یک ساکن ولایت ختلان به گناه کشتار 10 نفر در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کردند. یوسفبک سولیوف، محافظ فرمانده سابق فرانت خلقی، خوجه کریموف ملقب به خوجه کماندیر به آن گناهکار دانسته شد که همراه 10 شخص مسلح در نویه خراسان در کشتن 22 عضو یک عائله دست داشت. حادثه تیرماه سال 1992 روی داده است. به نقل یکی از شرکت کنندگان مرافعه، یوسف سولیوف در سخنان آخرین در دادگاه گفته است که حمله سلاح به دستان در جای حادثه بود، اما کسی را نکشت. پیوندان قربانیان حکم را سبک دانسته بازبینی آن را طلب دارند. حکم را دادرس دادگاه شهر باختر نجم‌الدین صدرالدین زاده روز 23 فوریه امسال صادر کرد. طبق آن یوسف سولیوف جزا را در زندان نظامش سنگین می‌گذراند. یکی از منابع آگاه گفت سولیوف بر اساس بند 104 قسم 2 کودکس جنایی تاجیکستان، یعنی کشتن 2 نفر یا از آن بیشتر، گناهکار دانسته شده دادستانی به او 15 سال زندان را طلب کرده بود. سولیوف را در ماه ایول سال 2023 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر و سپس به دوشنبه فرستادند. مقامات تاجیکستان از آن وقت تا حال درباره حادثه حرفی نگفتند. دادستانی کل روسیه روز 4 ایول سال 2023 در صفحه‌اش در تلگرام نوشته بود که کشتار عضو یک خانواده 14 اکتبر سال 1992 در دهه سربند نویه خراسان وزیره اتفاق افتاده است. در اظهارات دادستانی کل روسیه گفته می شود در میان قربانیان یک زن حامله هم بود. هدف آنها غارتگری و از خودکنی مالکیت بوده است. پس از قتل اعضای خانواده، گروه سولیوف جسدها را بنزین ریخته با ماشین جبردیده ها از جای حادثه فرار نمودند. در این کشتار 2 نفر جان به سلامت بردند. اطلاع داده بود دادستانی کل روسیه. یکی از آنهایی که در این حادثه زنده مانده است بختاور عبداللهیف است. وی گفت آن زمان همگی 11 سال داشت. 9 مرد و 13 زن از جمله خواهرمان، مادر و بیبیم را کشتند. قربانیان از 10 تا 55 سال داشتند، نقل کرد بختاور عبداللهیف. کوشش برای صحبت با نزدیکان یوسف سولیوف تا این دم نتیجه نداد. بنا به اطلاع بختاور عبداللهیف، خود او در مرافع دادگاهی گفته است همراه شخصان مسلح در منزل زیست کشته شده ها بود ولی تیر نزد و کسی را نکشت. دادرس یوسف سولیوف پرسید که چرا پیش روی دیگران را نگرفت و کسی را نجات نداد. در پاسخ نمیدونم گفت، نقل کرد بختاور عبداللهیف. مقامات تاجیکستان در گذشته درباره بازداشت و حبس بعضی از افراد متهم به صادر کردن جنایت در زمان جنگ داخلی خبر دادند. یکی از آنها فرمانده پیشین فرانت خلقی، خوجه کریموف، که بعد 20 سال فرار در دبی دستگیر و به دوشنبه آورده شد، او را در ماه فوریه سال 2022 به 21 سال زندان محکوم کردند. اما بسیاری از جنایت‌های جنگ سال‌های 90 در تاجیکستان تا هنوز ناگشوده باقی مانده است.